همین شاهرخ که شما میشناسید سوپر استار هندی است، همون مسلمان است. سلمان خانش هم مسلمان است، امیر خانش هم مسلمان است، همین خانش کلش مسلمان است. قادر خان 316 تا فیلم پر کرده، حافظ قرآن هم بود. حافظ قرآن بود. اینا مسلمان ها هستن، ولی مسلمان چی به درد میخوره؟ ننگ از به دامن اسلام. اسلام خورو نگفته، او خود تصویر اسلام نیست، او خود غلط عکس کشیده اسلام. میگه ما اسلام میانه هستیم. دختر مسلمان در آغوش بکش یا یک دختر کافر را در آغوش بکش، کل جهان را به بی‌حیایی و به بی‌شرمی دعوت بکن، بعد بگو من مسلمان میانه هستم، معتدل. بعضیا چه میگه که اسلام افراطی است، یکی اسلام معتدل است. اسلام افراطی چرا میگه؟ میگه اسلام افراطی میره میگه که شراب حرام است. این افراطی است. اسلام افراطی است که به زنا میگه حجاب بپوش. اسلام افراطی است که میگه زنا نکن. اسلام افراطی است که میگه نماز بخوان. خیلی اسلام معتدل کدام است؟ اما اسلام آمریکایی. چرا خمی اسلام در شرابت هم کار نداره، در بی‌نمازیت هم کار نداره، در زنایت هم کار نداره. خیره که یک دختر دلش پیدا کو، هر چی که میکنی بکن. این اسلام معتدل است، اسلام میانه است. صحابه اسلام نداشتن. اگر آمد اسلام صحابه در زندگی ما امروز چرا جغرافیه ها را از دست میتیم؟ چرا امروز بیچاره مسلمان های افغانستان یک دفعه ایران میزنیشه، یک دفعه پاکستان میزنیشه، یک دفعه آمریکا میزنیشه، یک دفعه روسیه میزنیشه؟ چی شده؟ سید قطب رحمت الله علیه که از دانشمندان سیاسی اسلام است، سیاستمدار اسلام، او یک جمله جالب داره، میگه اقم دولت الاسلام فی نفسک تقم علی ارضک. زمانی که دولت اسلام را، مزایای اسلام را، خوبی های اسلام را، نظام اسلام را سر قلب خود جاری کردی، الله اسلام به سرزمینتون جاری میکنه، به سرزمینتون جاری میکنه. دوستان عزیزم، نشستن در مجلس علما، در مجلس درس و تعلیم، تفسیر و قرآن ترجمه، چند صفت را تغییر میداد؟ 6 صفت. اول چی بود؟ شک به یقین تبدیل میشد. اگر تو شک داری به بهشت، شک داری به وجود خدا، شک داری که جهنم هست یا نیست، آیا آخرت وجود داره یا نداره، وقتی که در کنار علما شیشه چی کار میکنه؟ شک به یقین تبدیل میکنه. یعنی شک دور میشه، یقین پیدا میکنی که الله وجود داره، جنت وجود، با هزاران دلیل به تو ثابت میشه. وجود خودت ثابت میکنه که خدای وجود داره. یعنی هزاران دلیل در آفاق و انفس وجود داره که موتور میگه که الله واحد و لا شریک وجود داره. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، سعدی میگه هر ورق دفتر است معرفت کردگار. حتی برگ درخت که تو سعی کنی تو رو به سمت خدا میکشونه. گلهایی که در بیابان رو تماشا بکن تو رو به کجا میکشونه؟ به سمت خدا میکشونه. کل از این پیام هاست. ما از خدا گم شده ایم و به جست و جست، چو ما نیازمند گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان بهای اوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش. برگهای لاله گلهای صحرا و بیابان به تو پیام دارد از جانب خدا. این بهار در حقیقت یک پیام است از جوانی ما. 4 فصلی که تو داری، بهار، تابستان، خزان، زمستان، زندگی من و تو رو ترسیم میکنه. بهار جوانی من و توست، تابستان زمان میانه سالی من و توست که سندای به 40 میرسی، پخته تر میشی. ولی خزان زمان پیری ما و تو است، قسمی که برگ درخت ها میتکه، قوت در درخت نمیمانه، میوه باقی نمیمانه، همه رنگ و رخ زمین برداشته میشه، زینت زمین از بین میره. در وقت پیری هم تو نمیشه، چرب پیدا میکنه صورت ما. آری ترنگی که در صورت ما از 10 سال بعد 20 سال بعد نمیبینه باز شما. این تر و تازگی خراب میشه، خلاص میشه دیگه، با این زینت باقی نمیمانه. دستم چرب پیدا میکنه، انگشترم بپوشی مقبول نیست، با ساعتم بپوشی زیباتر نمیکنه. مثنوی حضرت مولانا یک مثال میزنه، میگه یک زن در یک عروسی خبر کرده شد،
که در فلانی عروسی بیایین. زنا که در عروسی خبر شد، شما میفهمین دیگه که چی گپ میشه. اگر روز چهارشنبه خبر بود، در روز شنبه آرام نداره. و سر نماز هم در فکر نیست کدام کالا را بپوشم، دیگر هم که میشه کدام بوت بپوشم، کدام دستکاولا بگیرم، من لب شیرین کدام رنگش استفاده شود، این ابرو رو بالایش بزنم پایینشه، بینی رو چرا کم کنم کمی کلانتر شده، این داغای روی چرا کم. خود تا روز چهارشنبه بیچاره 2 کیلو گوشت آب میکنه تا که در عروسی بره. خود بیچاره چند دفعه شوهر میره در بازار کالا میره، نه قبول نیست دیگه، نه قبول نیست. خودش میره میخره میاره در خانه، نه نشد پاسی رو ببر. او رو خبر شد در عروسی. این زن رفت پیش روی آینه که سعی کرد، دید که مثنوی میگه مولانا صاحب میگه دید که چروک روی سیکو، لب سیکو که از امتدادش از مشرق تا مغرب است، پشتای چشم سیکو چرا رقم خراب شده، پیر شده بود دیگه. این آرایش خود شروع کرد، هر چی که آرایش کرد خود چروک جور نمیشه دیگه. حالا خیلی تکنیکا میزنن، حالا یاد گرفتن چروکا هم جور میکنن یک چند ساعت. این که هر چی کرد ماکس میزنن، ماسک میگن، ماکس میگن، ماسک میگن، همون رو میزنن. یه هر چی که تلاش کرد که این چروکای روی گوب شود، نشد. میگن یک دانه بکس داشت، بکس خود باز کرد، یک دانه قرآن داشت. این قرآن حاشیه هاش لبکای قرآن از طلا بود، از آب طلا گرفته شده بود. میگه گرفت چیر کرد روی خود چسبانید که کمی جرق و ورق بکنه. همین لبای قرآن چیر میکرد روی خود میچسبان. این که میچسبان میغلطه، پس دیگه باز میغلطه دیگه، چیر میکرد میچسبان. هر چندین صفحه قرآن چیر کرد، نشد. باز گفت که ای لعنت به تو شیطان. همین زن گفت لعنت به تو شیطان که هیچ بر نمیمانی تو برای. میگه به قدرت پروردگار شیطان همونجور سبز شد پیش رویش، برش گفت که لعنت به تو، 100 تا ما شاگردی تو را کرده نمیتونی، ما از تو یاد میگیریم. کل زنای تو نیست البته، خواهرای من نگوییم که کل ما را تو گفت، نه مو یک مقدارشان، نه اکثریتشان. البته هست خواهرای خوب ما که مثل عایشه زندگی میکنه، مثل فاطمه زندگی میکنه، محجبه هست، با دین است، با تقوا هست، دنیا را برش بیت دوتل نمیره، ولی که شوهرش هم اجازه بده. نه، از خدا میترسه، از خدا میترسه. وقتی از خدا انسان ترسید، بازو دیگه به این طرف و طرف نگاه نمیکنه کی مرا اجازه میده کی مرا اجازه نمیده. من یک مثال نداده بودم، من تفلک، یادتون است؟ یکی از علمای پاکستان که یک چاکلیت به یک طفل داده، یادتون است؟ یک تفلک پیش آوردن، خورد بود، یک چاکلیت برش دادن. حکیم الاختر صاحب است رحمت الله علیه، مولانا حکیم الاختر صاحب یک چاکلیت برش داد. این طفل عادتش بلد است، شما چاکلیت که بگیره ببینه خیز میزنه به طرف چاکلیت بخواد. طفل همه عادتش نیست، برش بگی $10,000 یا چاکلیت، میگم چاکلیت، خاطر نمیفهمه دیگه. اگه برش بگی اینی قصر برات میتونه، قصر خیلی بلند است، امین کار داری یک دونه چاکلیت بده، کاکائو بده، کاکائو بده، قصر من چه کنم؟ طفل از دیگه اما ظرفیت داره، اما شناخت داره. ما مت شدیم، به خدا طفل شدیم. نگفتی چرا؟ این دنیای گندیده را به ما پیش کرده. قصر جنت به ما الله میگه، قصر جنت، حور جنت، رضای ما، دیدار نبی، دیدار الله. ما میگیم نه خدای، همین چاکلیت دنیا، همین دنیای دون، همین دنیایی که به چشم خود دیدیم ثروتمندترین مردانی که شهرها را خریده بودن، نامشون نمیگم که گفتم خودتان میفهمید، شهرها را خریده بودن، اسبهای بزکشی داشتن، قطار موترهای قطار شیشه سیاه داشتن، تیاره ها داشتن، خانه ها داشتن در دبی و فلان جای. این تو مرگ آمد که خبرشون نکرد، پیام نکرد، مسیج نکرد، ایمیل نداد برشان، کس را روان نکرد، راست مستقیم آمد گلونشون خفه کرد، جانشون گرفت، کلی چیز مان. میلیون ها داره به پیش مردم مان که بچهش خبر نداره که پول پدرم پیش کی است. به چیز زحمت خون مسلمان هم کیده بودن، خیانت کرده بودن، نفر کشته بودن، پول گرفته بودن، اختطاف کرده بودن، پول جمع کرده بودن، پولشون هم تو مفت و مجانی به دست مردم خودشون رفتن. یعنی تو گفت فعلا ما الله میگه بیا قصرهای جنت، ما میگه نمی دنیای بی ارزش، کل ما دم پشت این دنیا بده اونم نمیرسه. در حدیث قدسی میگه فبعزتی و جلالی،
به عزت جلال من قسم است و این لم ترضی بما قسمته لک، اگر راضی نشدی با آن شیئی که به تو تقسیم کردم، لأسلطن علیک الدنیا ترکض فیها رکض الوحوشة البریه، اگر تو راضی نشدی به چیزی که به تو دادم در دنیا، تو را دنیا را به تو مسلط میکنم و تو مثل یک حیوانی که تشنه و گرسنه است و دنبال آب میگرده به صحرا، هر جایی که سراب میبینه دویده میره که آب است، میبینه که سراب است. سراب خود میفهمین شما، همین گرمی که شب این بالای سرک پایین سرک کسی کنید تو یک قسم شعله میزنه سر سرک، فکر میکنه آب است، اما تو نیست، اون سراب میگن. میگه مثل همون حیوانی که تشنه است دنبال آب میگرده، هر طرف که سراب میبینه میدوه کجا خیلی آب است، میره که آب نیست و سراب است. میگه تو هم دنیا را به تو مسلط میکنم، باز هم به دنیا نمیرسی مگر به همون شیئی که به تو نوشته کرده. در روز قبل از این که الله جل مجده تمام نامه ما را نوشته کرده، تمام صحیفه ما را نوشته کرده که ما چی میکنیم در دنیا 50,000 سال پیش از پیدایش ما، اونو میگه نوشته کرده که فلانی ولد فلانی یک دانه نان تا 50 سالگی برش 2 تا نمیشه، فلانی برای زن داده نمیشه تا 30 سالگی، فلانی تا 100 سالگی همون فقیری که از همون فقیر است، فلانی را امی که از مادر تولد میشه در خانه یک تاجری را تولد میکنه، اما تو پول زیاد داره. این نوشته شده به زحمت و به خیز و به جست ما، به هوشیاری و زرنگی ما. فلانی ما ماشاءالله عقل و هوشیاری داره، میگه تو پول جمع کرده، بیچاره هیچ نداره. و اگه عقل و هوشیاری میداشت که زکات خدا را میداد، اگر او عقل و هوشیاری میداشت که خدا از جهنم نجات میداد، و اگه عقل و هوشیاری میداشت خب بچی دیندار تربیه میکرد، و خب بچیش به جهنم اند. هیچ عقل است، این خب عقل نمیخ بی عقلی است. عقل همین میگه که با پول زنا بکنی، همین عقل میگه خیانت. عقل همین میگه که نفر پول داره رفته شراب بنوشه، خب عقل خب شراب از بین میبره، و خب ضد عقل است. اگه عقل میداشت میگه خیلی خوب مرده خیلی پول جمع کرده، نه پول جمع نکرده، و مار جمع کرده، گشتم جمع کرده. بله پول او کس جمع کرده که مسجد ساخت، پول او کس جمع کرده که مدرسه ساخت، پول او کس جمع کرده که یتیم آرام است، پول او کس جمع کرده که بیوه است پیش آرام است. اینی پول است، هم در دنیا نجاتت میده، هم در آخرت نجات میده. این طفلک برای شغلیت داد، بس طفلک گفت که نگرفت چاکلیت. مولانا حیران مان، خود طفل عادتش هم است که چاکلیت خوش داره، چرا چاکلیت نمیگیره؟ باز برایش اشاره کرد، پسرم چاکلیت نگرفت. بعد چند دفعه اصرار، طفلک در زیر گوش چشم خود دمی پدر خود یک سعی کرد، پدرش یک اشاره کرد بگی. بچه دویده آمد چاکلیت گرفت، باز کرد دهن خود انداخت. یک باری وقتی یه حالت را مولانا دید شروع کرد به گریه کردن. گفتن که چرا چی شد؟ گفت من اخلاص را از این بچه یاد گرفتم، شناخت خدا را از این بچه یاد گرفتم. تا زمانی که اشاره پدر نشدی جرأت نکرد که به چاکلیت دست بزنه، حرکت نکرد. هرچی من اصرار کردم چاکلیت نگرفت. گفت اگر همین ترس از خدا باشد، بنده همین ترس از خدا داشته باشه که تا زمان اشاره او نشه به شیء نزدیک نشه، پس این بهترین بنده خدا در روی زمین میشه. وقتی خدا اشاره نکرده که تو زنا بکنی، نکن دیگه. خدا به تو اجازه نداده که دزدی بکنی، نکن دیگه. خدا اجازه نداده که قمار بزنی، نکن دیگه. وقتی اشاره از اون میشه برو زن حلال بگیر، بگیر. توانایی داری دومشه بگیر، سومشه بگیر، چهارمشه. کی من کرده؟ کسی که من کرده مسلمان نیست. کسی که میگه 2 زنه و 3 زنه و 4 زنه خوب نیست، مسلمان نیست. قرآن اجازه داده. کسی که میگه با 2 زنه ما مخالفت داریم، او با قرآن مخالفت داره، با خدا مخالفت داره. اجازه داده الله، برو 4 تاشه بگیر، برو قصر جور کو. کی گفته نکو؟ برو بهترین موترسار شو، خدا برای ما خلقش کرده. ولی شکر او را به جا بیاور. کی داده ایره؟ شکر کار داره دیگه. شکر بکن، مثل حضرت سلیمان به آسمان بگرد. حضرت سلیمان شکر نعمتهای خدا رو میکش، تختش به آسمان حرکت میکرد. الله چی میگه؟ سلیمان چی میگه؟ نعم العبد انه اواب. سلیمان چی خوب بنده بود. الله میگه چی خوب بنده بودی سلیمان. تختش به آسمان حرکت میکرد. قصرهای سرزمین فلسطین و فیلادلفیا و
ناصره و سرزمین یمن و سبا و اینها همه مال سلیمان بود. تمام دنیا حکومت میکرد، انس و جن را حکومتش میکرد، پرنده ها و حیوانات را کلش زبانش میفهمید. ولی یک بنده خوب بود که تسبیحش هیچ وقت فراموش نمیکرد، نمازش هیچ وقت فراموش نمیشد. یک روز نماز دیگر از پیشش ترک شد، نماز دیگر مصروف دیدن اسبا شده بود. امی اسبا خیلی اسبای زیاد آورده بودن، از یک غزوه ما اسبا را تماشا میکرد، نماز دیگر از پیشش فوت شد. یکی فهمید نماز دیگر فوت شده، اسبا را گفت پس دوباره برگردان. کل اسبا را برگشتن، کلش گردن زد، پای زد، کل اسبا را کشت. شاید هزاران اسب، هم گردن زد هم پای زد. گفت شما سبب شدین که من از یاد خدا ماندم. باز اعتراض میگه که خب اسبا چه گناه کرده بود که اسبا را کلش کشته؟ با جوابش مفسرین حضرات میگه که قربانی اسب به دین حضرت سلیمان جواز داشت، کلش قربان خدا کرد. این 1000 اسب. ببین اینا میگن خدا ترسی و خدا دوستی. این چیزی را انبیای الهی در ردیف الله قرار نمیدادن، یعنی هیچ چیز را بالاتر از الله نمی شناختن، به هیچ چیزی عزت نمیدادن در برابر عزت الله. زندگی مسلمان وقتی اینطور شد که عزت خدا از همه چیز رنگین تر شد در زندگی، باست خودت رنگین تر میشه.